امروز اومدیم با یه ویدیو بسیار ترسناک به نام چنل کیتیاپ. لایک کنید، سابسکرایب فراموش نشه. خلاصه بریم سراغ ویدیو. کسیه که در سال 2019 شروع به فیلم گذاشتن کرد، اما خیلی عجیب غذا میخورد و هیچ کس نمیدونست که چرا داره این کار میکنه. اون همیشه چشم‌بند میزد و هویتش مخفی بود، اما یه روز مردم واسهشون سوال شد که کیتیاپ چرا این کارا رو میکنه. واسه همین رفتن به کاراش دقت کردن و مثلا یکی از کاراش میشه دستشو به شیشه ضربه میزد و با کلمه مورس کد به ما کمک میخواست و میفهمیدیم که اون کمک میخواست. حتی به یه چیزی باید دقت کنیم. توی 10,000 مشترک شدن توی یوتیوب از اون جایزه طلاها میدن. اون وقت به کیتیاپ داشتن میدن، اون بیشتر از 1,000,000 تا مشترک داره. اون وقت داشتن میدادن آدرسش رو از کجا آوردن. یه چیزی هم هست، کیتیاپ خیلی شبیه کارلی که در سال 2019 گم شد هست. دقیقا 1 ماه بعدش کیتیاپ شروع به فیلم گذاشتن کرد. اینا شبیه نیست؟ واقعا دزدیده شده کیتیاپ. به نظر من کیتیاپ این همه احتمال آخه دزدیده نشده باشه غیر ممکنه. اگر دزدیده شده یا دزدیده نشده شو تو کامنت ها بنویسید. اما معلومه که کیتیاپ دزدیده شده، چون این همه نشونه هست. پس حتما تو کامنت ها بگید.